یک دمی جان کاستن مادران، بهزی همه معجزی پیغمبران. یک نگاه شعله‌ور مادران، بهزی همه انجمن اختران. یک سخن با نمک مادران، بهزی همه حکمت دانشوران. یک اثر مصلحت مادران، بهزی همه داوری داوران. یک هنر همدمی مادران، بهزی همه جادوی صنعتگران. یک نفس سوختن مادران، بهزی همه سوز دل شاعران. یک تب و سوز جگر مادران، بهزی جگرداری سرلشکران. یک مدد فاتحه مادران، بهزی مددگاری صاحب سران. یک قدم به علم مادران، بهزی همه شش جهت بیکران. پس به قدم های شما مادران، خاک شوند از همه والاتران. پس به قدم های شما مادران، کون و مکان باد فدا مادران. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرت تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم میتوانید آن همه پارچه های شعرین، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند. میتوانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیرتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک میکنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.